مسئولان اداره محلی در جریان تحویلدهی 73 بابخانه‌های مسکونی برای زلزله زدگان در ولسوالی زندجان هرات بر ادامه ساخت سرپناه برای آسیب دیدگان ناشی از زلزله در این ولایت تاکید می‌کنند. اسلامي امارت د خپل هیوادوالو سره په همکارۍ همدا ډول د خیریه بنسټونو او مؤسساتو سره ژمن دی چې دوی ټولو ته په هر برخه کې مرستې او کومکونه رسوي. به گفته این مسئولان تا به حال به تعداد 7000 بابخانه مسکونی برای زلزله زدگان مناطق مختلف در این ولایت تحویل داده شده است. موږ پر ټولو مؤسساتو باندې دا ژغ بیا هم کوو چې کوم خدمات دلته په هرات ولایت کې سوي دي، بیا خصوصا د زندجان په ولسوالۍ کې دا د بسنې نه دي، نو هیله کوو چې نور هم کومې پروژې چې دوی راوي د هغو خلکو دپاره راوي چې متضررین خلک وي. در همین حال مسئولان سازنده این خانه ها میگویند که بر علاوه تکمیل 73 بابخانه در قریه غارموشک، ساخت 76 بابخانه دیگر نیز در 3 قریه زلزله زده سخن میگویند. بر اساس ارزیابی‌هایی که توسط هم دولت و هم کلستر انجام شده، ما و اسسمنتار گرفته خود ما آمدیم یک سروی جداگانه و مختص انجام دادیم و بر اساس شرایطی که خصوصیاتی که ما داشتیم مردم از سروی کرده و انتخاب کردیم. یعنی هر کس که ضرورت داشته و ارزیابی که شده او حس شده که ضرورت داره، ما برای از اون خانه ساختیم. از سوی هم شمار از باشندگان قریه غارموشک با ابراز قدردانی از تحویلدهی این خانه ها بر رسیدگی مشکلاتشان در بخش های صحت و معارف نیز تاکید میکنند. با داخل این خیمه ها ما مردم زندگی کردیم و بسیار روزهای سختی بعد از این با آخری روزهای تا برف و زیادی منطقه خیلی بسیار مشکلات خلاصه زندگی هر رقم بود همین تیر شد دیگه به سر ما مردم. با اون که 7 ماه از اولین حادثه زلزله در هرات میگذرد، با آن هم ساخت خانه ها در شمار از قریات زلزله زده از سوی مسئولان امارت اسلامی و نهادهای خیریه جریان دارد.